اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. تسلیت عرض میکنم سال روز شهادت رئیس مکتب جعفری امام صادق علیه السلام رو خدمت شما برادران و خواهران بزرگوارم. خب امام صادق علیه السلام یک نقش ویژه‌ای در مسیر دینداری دارن که در همین حد که وقتی ما میگن مذهبتون چه میگی مذهب جعفری، یعنی در بین 12 امام نام مبارک ایشون رو انتخاب میکنیم، نشون میده که یک جایگاه بسیار خاص و ویژه‌ای داشتیم و در این هم تردیدی نیست. همون ابتدا بگم من عرایزم 2 بخش داره، راجع به این صحبت کنم می‌گذارم مثل مسائل روز. خب پیامبر گرامی اسلام فرمود هر آن اتفاقی که در بین بنی اسرائیل بیفته در بین شما مسلمان ها هم میفته. شنیدید؟ در اون حد که اگر یه مارمولک یه سوسماری توی سوراخی بره همینجا اون اتفاق میفته. در این حد که شباهت شما مثل شباهت 2 تا لنگه کفش به هم، مثل 2 سر شانه به هم. برای همین نزدیک 1000 آیه قرآن در مورد بنی اسرائیل، چون دقیقاً در مورد بنی اسماعیل، چون فاعتبروه، چون قرار ما عبرت بگیریم. قصه موسی و هارون، قصه پیامبر و امیرالمومنین، قصه این که به میقات میره و او رو خلیفه تعیین میکنه، همون ماجراست. حتما این امت سامری داشته، حتما این امت قارونی داشته، حتما سامری ها و قارون ها ضربه میزدن، همانطوری که به انقلاب حضرت موسی، به انقلاب پیامبر ما هم میتونن ضربه بزنن. و باز ما باید درس بگیریم که انقلاب ما مالای تافته جدا بافته از انقلاب پیامبر نیست. اون جریانی که ولی معصوم حاکمش بوده به اون روز کشیده شده، اگر صیانت نشه توسط مردم. فقط قرار نیست امام جامعه آماده باشه. امام جامعه بوده، خانه نشین شده. مأموم اگر آماده نبود، اگر توجیه نبود، اگر سر خط نبود، به طریق اولا در انقلاب ما این اتفاق میفته. فکر نکنید چه که سفید امضا آماده دادن این توهمات بیان بیرون. پس این فاعتبروا مگه نه یک ششم این قرآن قرار نیست در مورد بنی اسرائیل باشه. در بنی اسرائیل چنان تحریفات بالا گرفت که تقریبا امروز که شما رجوع میکنید به آنچه کتاب مقدس خوانده میشود، یعنی تورات، یک پیامبر سالم پیدا نمیکنید تقریبا. یعنی همه رو تحریف کرد. من دیگه نمیخوام این شبای مقدس و این مکان مقدس مثالایی بزنم که اصلا کثیف، حرفای سخیف و کثیف نسبت. از ساختن بت به هارون بگیر که میشه گفت، تا مسائل اخلاقی بر حضرت داوود و بت پرستی بر حضرت سلیمان و همه رو نقل، تا ازدواج با محارم و عجیب. و تونستن جا بندازن. یعنی امروز اگر شما به یهودی ها بگی نظر در مورد هارون چیه، میگه خب هارون برادر حضرت موسی بود، آدم خوبی بود، اما سر ماجرای سامری خرابکاری کرد دیگه. نباید سر ماجرا، حالا سامری که اینا قبول ندارن اصلا، نباید گوساله می ساخت. یعنی اینطور تحریف کرد. همین اتفاق در امت پیامبر هم افتاد. یعنی چه؟ با یک تفاوت. آنجا امکان تحریف تورات فراهم بود، اینجا خدا محکم وایستاد انا له لحافظون. من این قرآن نمیذارم تحریف کنم. تفاوت توی، یعنی تحریف لفظی رو خدا جلوشو گرفت. گفتن خب لفظ رو تحریف نمیشه کرد، خدا محکم پاش وایستاده.
و این بهتون بگم علاوه بر این که حالا به صورت معجزه‌وار این اتفاق افتاده برادران و خواهران من، دلایل منطقی زمینی هم داشت که این تحریف قرآن چرا صورت نگرفت. شیعه به پای سنی، سنی به پای شیعه، یه حرف نباید این برابر بشه. این همه قرآن الان باز کنی احتمالاً مثلا خط عثمان طه باشه. همین یه نفر که سعودیه قرآن مسجدای ما به خط او. اما مراده نمیتونستن تحریف لفظی کنن، رفتن تو لایه‌های بعدی تحریف که در بنی اسرائیل هم خیلی زیاد بود. فرق تحریف این مدلی با بقیه در چیه؟ که دیگه میشد بخشی از محکمات و مسلمات دین گفت آقا آیه قرآن داریم، آقا آیه تورات داریم، آقا حزقیال نبی فرموده، اشعیا نبی فرموده، دانیال نبی فرموده، چیکار کنیم؟ این نبود که بگی روایت ها تحریف شده، نه خود قرآنشون تحریف بشه. یحرفون الکلمه عن مواضعه، قرآن میفرماد، میگه اینا علاوه بر اینکه هم تحریف عادی میکردن رو کلمه ها هم بازی میکردن. آقا این 2 معنی داره، کی گفته این معنیشه؟ اینا اتفاق افتاد. از قضا خدا از آنجا که میخواهد امتحان بکند، وقتی موسی رفت برگشت داد اینا گوساله میپرستن، موسی از خدا میپرسه به قولی قضیه چیه؟ به قولی اون گوساله رو ساخت، سامرین کار کرد، گوساله چرا صدای ازش در اومد؟ اجلن جسدن له خوار. خدا فرمود انا فتنا قومک، ما می‌خواستیم قومت آزمایش کنیم. آره کار من خداست. خدا قوم موسی رو میخواد آزمایش کنه، ما رو نمیخواد. اینم باز خیلی توهم اگه جز این فکر کنیم. قوم پیامبر رو نمیخواد آزمایش کنه، چرا؟ برای همین خود قرآن میفرماد من یه سری محکمات گذاشتم، اقم الصلاة، نماز میخوام. میتونی بگی ما نماز نداریم تو قرآن؟ دیگه خیلی چرته دیگه. حرف مزخرفیه، هیچکی نمیتونه بپذیره. اما میتونی جاهای دیگه‌اش بر بری. یعنی چی؟ چه جوری نماز بخونی؟ رو اینا میتونی یه کارایی بکنی. درسته؟ یه متشابهاتی هم گذاشت. سوره آل عمران میگه من یه محکماتی گذاشتم، متشابهاتی. اشاره میکنه اصلا عمدن متشابهات گذاشتم، اونایی که دلاشون مریضه بزنه بیرون. خدا میگه کار منه، فرمایشی دارید؟ فرمایشی هست، عمدن این کار کرد. پس اینکه من و شما فکر کنیم مثلا خدا من و شما رو همینجور رها میکنه، از ما آزمایش نمیگیره، از ما فتنه نمیگیره، اصلا این تمام بیاد بیرون. شک نکنید آزمایش شما به مراتب سخت‌تر از اونها باید باشه، چون حجتی که بر ما تمام شده بر اونها نشده. قوم بنی اسرائیل نمونه قبلی نداشت، خودش همون طرح پایلوت خدا بود. قطعاً مسلمین باید توجیه بیشتر اون دنیا داشته باشن برای کاراشون. مگه میشه تو قدیر دستو ببری بالا بگی آی بعد از من ایشون 100,000 نفر ببینن بزنن زیرش؟ مگه میشه؟ همه صحابه های پیغمبر. یه داداش تو قرآن نخوندی میگه 600,000 نفر زدن زیر خلافت هارون. یا بگو این غلطه، یا بگو اونم ممکنه، نگو مگه میشه. تو قرآن خونده باشی بله میشه. شروع کردن. اولین اتفاقی که افتاد چی شد؟ نقش امام صادق متوجه میشید. اولین اتفاق چی بود؟ اولین اتفاق این بود که برای اینکه تو متشابهات بتونن بازی بکنن، دستشون باز بشه، یه چیزی دستشون رو بسته بود تو متشابهات که بتونن کاری انجام بدن. اون چی بود؟ روایت اهل پیامبر. آقا قانون شد بخشنامه حکومتی منع حدیث، منع نقل حدیث از پیامبر. میزدن بگیر بود. یارو بدبخت شهر دیگه حدیث از پیامبر نقل کرد، گفتن بیا خلیفه کارت داره. اینا که دارم میگم منابع اهل سنت نوشته. صداش کردن آوردن گرفت زدش. 100 ضربه شلاقش زد. بعد که 100 ضربه شلاق زد بدبختم فکر کنم کار خوبی کرده مثلا اول. گفت تو حدیث نگو، بله من نقل که گفت دراز بکش.
100 ضربه شلاق بهش زد، این سیخ بلند شد، یعنی پررویی اینجا بلند شد. گفت یه 100 ضربه دیگه بزنید، بچه پرروه. میزدن بگیر و بکش. حق نقل حدیث از پیامبر نداشتی. عنوان بخشنامه چی بود؟ عنوان قانون حکومتی چی بود؟ تلویزیون، رادیو، تمام شبکه‌ها، کانال‌های تلگرامی، همه چی بگیر ببند را انداختن. چی؟ حسبنا کتاب الله، کتاب خدا برای ما بس. هر کسی جز کتاب الله بر ما حرف بزنه باباشو در میاره. آقا مگه کلام پیامبر نور نیست؟ مگه پیامبر قبوله؟ نه آقا اینا جمع کنید. همین. خب تعریف پیامبر از خیلی از این آیات کنار گذاشته شد. عزیز من، جنس این آیه یه جوری بوده که 2-3 تا سوال در موردش ممکن بوده مطرح باشه، 2-3 حالت داشته باشه. وقتی تعریف پیامبر و توصیف پیامبر و تفسیر پیامبر بذاری کنار، بازم سواله که حل نمیشه. نوشته وضو بگیر، چجوری وضو بگیرم؟ نماز بخون، چجوری نماز بخونم؟ وای میستم تو قنوت دستم بالای زانو بذارم، کجای قرآن اومده زیر زانو بذارم؟ تعریف خودشون رو آروم آروم غالب کردن. مثلا صراحت این کتاب شریف اینه که میخواد وضو بگیرید پاهاتون رو باید مس بکشید. مائده آیه 6 وامسحوا، مس کنید ارجلکم، پاهاتون رو. گفتن نه، برداشت ما از این آیه این وامسحوا با اون وغسلوا است. چون آیه میگه فغسلوا وجوهکم و ایدیکم، صورتاتون و دستاتون رو بشورید، به رؤوسکم و ارجلکم، سرتون و پاتون هم وامسحوا. 2 تا شستن داریم، 2 تا مس داریم. این عین صراحت آیه است. گفتن نه، این پا هم با صورت و دسته میشوریم. برداشت ما این. تو این نگاه پیامبر صرفا یه پستچی بود که قرآن آورده. پستچی حق مداخله تو پاکتنامه رو نداره، تو بسته پستی رو نداره، میده میره. خودمون عربیم، خودمون میفهمیم، به زبان مادرمون حرف زده. کار به کجا کشید؟ مثلا شما میدونید نماز چند نوبته؟ قرآن میگه چند نوبته؟ بگید 3 نوبت. کجا میگه 5 نوبت؟ قرآن میگه 3 نوبت. صراحت آیه قرآن. 5 نوبت بخونی مستحبه. آقا مستحب شب بشین آب بخوری، مستحب روز وایستی آب بخوری، مستحب با وضو آب سرد باشه، مستحب 5 نوبت نماز. قرآن میگه چی؟ لدلوک شمس، قرآن الفجر میگه سر صبح بخون، غروب بخون، ظهر بخون. ما داریم همین کارو میکنیم. حالا تو ما شیعیان کسایی نیستن که 5 نوبت میخونن؟ چرا؟ مستحب. بعضیامون نمیریم نماز جماعت مسجد 3 نوبت میخونیم، اونم مستحب. قرآن چی میگه؟ میخوام بگم برخلاف این که گفته میشه آگ نمیدونم شیعه، دقیقا شیعه قرآنی ماجرا بود. او باید بیاد پاسخ بدین از کجا در آورد. کار به یه جایی رسید. من اینو مفصل سخنرانی کردم، نمیخوام اونا رو تکرار کنم براتون، که در صحیح ترین منابع اهل سنت آمده بعد 25 سال که امیرالمومنین به خلافت رسید، پشت سر امیرالمومنین نماز خوندن، نماز تموم شد، یارو با آرنجش زد تو شکم بغلی، گفت دید این محمد نماز خوند، یادمون رفته بود. اللهم صل علی محمد عجل. گرفتی شو؟ این پیامبر نماز یادم، آخه یادش به خیر اینجوری نماز میخوند، اینجا تکبیر میگفت، یادمون رفت. اهل سنت مالکی 4 گروه هن دیگه، دستاشون اینه من شما میندازن نماز میخونن. میدون چرا؟ چون اونا فقهشون رو میگن از مردم مدینه بگیرید. مردم مدینه پیامبر رو دیدن، نسل به نسل همینجوری. پس نمازشون گفتن مدینه یا چجوری نماز میخوان؟ گفتن اونا دستاشون میندازن. گفتن پس ما سنی هم بخوام شبیه پیامبر نماز بخونیم. اصلا همین که مالکی دستاشو میندازه یک از دلایل ماست برای اینکه اصل پیغمبر اینجوری نماز میخونده. چرا پیامبر اینجوری نماز میخونده؟ به من چه؟
به من جسارتا ببخشید، من با خودم میگم پیامبر این قرآن بر او وحی شده، در یک شب بر او نازل شده و در 23 سال ریز ریز آمده. حتی نشون به اون نشون که دو جای قرآن میگه ای پیامبر زودتر این آیات، چون پیامبر کل قرآن داشت دوباره چون یک جا گرفته بود قرآن، وقتی ریز ریز هم میومد خب حفظ بود دیگه. بنی آدم اعضای حفظی، پیامبر هم همینجوری بود آیا آمد آقا زبونتون زودتر نجنبون نگو به پیامبر، بذار همینجوری که من میگم بگو. جوری پیامبرم عبد گرفتن این آیاته و هیچ دخل و تصرفی نمیکنه که اون جایش هم که گفتن قل بگو، اونا رو هم میگه. بچه میگه بگو بابا، میگه بابا دیگه، نمیگه بگو بابا که. قل یا ایها الکافرون، بگو آی کافرا. پیامبر فرمود قل یا ایها الکافرون. هم جبرئیل امین بوده قل رو آورده، هم پیامبر. یعنی دقیقاً حرف تشیع این بود که من همان ورژن پیامبر رو قبول دارم. شما پستچی میدونید، ما خیلی فراتر از پستچی میدونیم. ما میخوایم نماز بخونیم به این نگاه میکردیم ببینیم پیامبرمون چجوری نماز میخونه. گفتم دستشو باز نگه می‌داشت حتما چیزی میگفت. درسته؟ میگفتیم بهترین مفسر این کتاب راهنمایی و رانندگی خود افسر سر چهارراهه. جریان تحریف کاری کرد که میگم بعد 25 سال ببین جوری شده که مثلا صحابه میگه بعد از پیامبر ما برگشته بودیم به جاهلیت، چیزی نمونده بود که. در مستندترین منابع اهل سنت بود. میگه یه نماز خوندن مونده بود، همون هم تغییر داده بودیم. هر کی اومد یه ورژنی میزد دیگه، یک حرکتی سر نمازه میگه، یکی میگه دستاتو به من، یکی میگه پاتو نمیدونم چیکار کنی، میگم این لفظو فلا کن، که اون لفظی این اینجاش میگه آمین، اینجاش میگه نمیدونم چی بگو، یکی تا ماجرا یه چیز دیگه شده اصلا. خب این تحریف در مناسک و مسائل عادی بگیرید، از آن مهمتر برید تو تحریف در مفاهیم و مبانی، اون خیلی خطرناکه. مثلا چی؟ خب ما اومدیم خلیفه پیغمبر زدیم کنار، خوش چه مدلی پس بیایم بگیم باید خلیفه انتخاب کنن؟ بسم الله فکر کنیم. برای دیگه راهی باید باشه دیگه، بالاخره چیکار کنیم؟ قرعه بندازیم، گل یا پوچ بازی کنیم، یه کاری بکنیم دیگه، منچ ماربله بازی کنیم، چیه؟ با چه روشی باید انتخاب بکنیم؟ خب خلیفه اول که شورای انتخاب شد یه مدلی، خلیفه دوم خلیفه بگو بعد من این، پس یه مدل همین خلیفه سوم اون شورا 6 نفره، اون مدلی که خلیفه دوم گذاشت اونم یه مدل. خلیفه چهارم که امیرالمومنین کل ملت ریختن گفتن آقا شما، اینم یه مدل. خلیفه پنجم شمشیر کشته ماوی جنگیده گرفته، اینم یه مدل. عجب کدوم درسته؟ نتیجه همش اومدن چی شدن؟ قاعده غلبه رو درست کردن، گفتن هر که هر مدلی حاکم شد غلط میکنید جلوش وایسید. چی شد؟ بعد بریم مدل بعدی. خب این خلیفه ویژگی هایی نباید داشته باشه؟ مثلا الان میخوای یه دونه ماشین بدی دست یه نفر، یه استانداردهایی داره، یه پروتکل هایی داره، یک شیوه نامه‌ای داره. میگه آقا سنش انقدر، بینایی چشمش انقدر، بچه مردم رو کشتن نده، مردم رو کشتن نده تو خیابون، پشت یه ماشین بشینی، پشت رول یه حکومت بشینه، استانداردی نداره؟ خب استانداردار چی بگیم؟ بگیم خب بالاخره این آدم باید شجاع باشه. خیلی مهمه حاکمه سیاسی شجاع باشه، نه اصلا حاکم دینی ها، مسئولی کشور شجاع باشه، تقیب در نره. مثلا محمد رضا شاه رو می‌بینید، یکی از مشکلات اصلیش به شجاع نبود، در میرفت. خب شجاع باشه خوبه. آقا حکومت دینی اسلامی مسلمون باشه،
مثلا عرق نخوره در عمل، خیلی ضایع است مثلا. بعد احکام دینی رو هم فول باشه بدونه، اونم خب خیلی خوب. هر چی معیار میذاشتن دقت کن، کی تو همه تاپ لول بود، از همه بالاتر بود؟ بریم ببینیم کی شجاعتر از امیرالمومنین. بسم الله. عالمتر، بسم الله. قاضیتر، بسم الله. نزدیک به پیامبر، بسم الله. میبینی نیست؟ بعد حالا همه جور آدم هم اومدن سر کار. همین بابایی که الان دارن سریالش رو میسازن، برید منابع تاریخی رو بخونی، به 4 تا پدر نسبتش بودن. یعنی تا مسئله حلال زادگی و این قصه هم هوا شد. چیکار کنیم؟ یه قاعده میرسیم. قاعده چیه؟ قاعده چیه؟ هر کی هر جوری حاکم شد حق مقابله جلوشو ندارید. هر کی هر جوری هر کی ان کان عبدا حبشیا، حتی اگه برده از حبشه آورده، ان کان جائرا ان کان فاسقا. عجب، فاسقم شد. این جریان تحریف دیگه اینقدر تحریف زیاد شد دیگه اصلا جریان تحریف نیست، داره میشه اصل. اینجا امام حسین میزنه به خط، میگه من اینجا تیکه پاره میکنم، میدونم خودم خبر دارم، اما نمیذارم تو تاریخ بمونه که مسلمان ها اینجوری شدن. یه گوشه تاریخ می نویسم که یه ورژن دیگه از اسلام بود، 70-80 نفر بودن یه حرف دیگه ای داشتن. اینو من اینجا میکارم، هر کم میخواد بکنی بکن. آقا بکشی با دروغت، بسم الله منو بکشید. یا مثلا حالا بعضی میگن سندیت ندارین جمله، فیا سیوف خزینی، این نباشه هیهات من نزله که هست، لاصلاح امت جدی که هست، امر معروف و نهی از منکر که هست. این جریان تحریف اینا دیگه مبنا بود، چون دعوای بعد از اسلام دعوای امامت امیرالمومنین نبودا، دعوای فقاهت امیرالمومنین نبودا، دعوای قضاوت امیرالمومنین نبودا، دعوای شجاعت امیرالمومنین نبود، دعوای حکومت امیرالمومنین. چون هیچ کدوم اینا نمیتونن از امیرالمومنین بگیرن، بگن علی شجاع نبوده. خب چه خودشون بارها گفتن لولا علی لهلک عمر، لولا علی لهلک فلانی، نگفتن؟ هر جا گیر میکردن میرفتن در خونه امیرالمومنین. عالم ترین نمون گفتن علی. یهودی میومد سوال داشت، گیر میکردن، گیج میشدن، گفتن آقا ما نمیتونیم جواب، وایس یه نفر داریم جواب میده. من اونم که رستم بابت پهلوان، وایستا. جز اینه دعوا سر این بود کی حاکم باشه، دعوا سر حکومت، دعوا سر قدرت. بقیه شد یه کاری کنیم مثلا یه امیرالمومنین از من واسطه فیض الهی نباشه. میتونی؟ مگه میتونی کاری کنی؟ دست شماست. آرام 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 50 سال بعد از پیامبر، 11 هجری 61 هجری، رسما یه فاسق کافر اومده نشسته جا پیغمبر. ببینی انحراف اولش کمه، تحریف اولش کمه، میره جلو قشنگ میشه خط دیگه. برای همین پاسبان میخواد، حافظ میخواد اون مسیر. تو دانودبه میگی شما پاسبان دین بودید، شما حافظان دین بودید، شما واسطادی سر این صراط مستقیم بمونه، وگرنه 60 تا خروجی میدادن بهش، 60 تا دور برگردون میدادن، زیرگذر میدادن. و کدوم صراط مستقیم؟ خالد ابن ولید بعد پیامبر با اصحاب رده رفت جنگید از زمان خلیفه اول. اونا مسلمان بودن، بدبخت. با مالک ابن نویره زد کشت، نامردی هم کشت. یعنی گفت بیاید نماز بخونیم وسط جنگ. آقا اذان گفت نماز بخونیم، بعدش با هم می‌جنگیم دوباره. شمشیر بزنیم کنار، وضو بگید آقا ما هم وضو بگیریم. این نامردی که حمله کرد. مالک ابن نویره رو کشت، همون شب با زنش نزدیکی کرد. بعد غذا هم بار گذاشتن، دیگو که گذاشتن سنگ میذاشتن دیگه ها تو بیابون. این طرف دیگو کله خود مالک ابن نویره رو گذاشت زیر دیگ.
الان هنوز که هنوز 1400 سال به انواع و انواع مختلف دارن ماله میکشن چجوری یه زنه مسلمانی تو عده شوهرش باش نزدیکی کردی که اینو ماله رو بکشن که این صحابه رو از زنا نجات بدن. متوجهی؟ کار به یه جایی رسید که دیگه بنی امیه اومدن سر کار، بچهای مروان اومدن سر کار. مروان زمان پیامبر حکم باباش رفت اسم بذاره براش، گفت برای اسم میذاری پیامبری که دیگه انک علی خلق عظیم، اصلا چی بگیم در مورد اخلاق پیامبر؟ فهمید الوزق ابن الوزق. هیچ تأییدیه‌ای به اینا نمیخواست بده. شجره ملعونه در مورد بنی امیه اومده دیگه، اگر بخوای مولا ارزش نره همه امت اسلام بگن قبول، میگن حداقل در مورد آل مروان یقینا هست. یعنی این شاخه بنی امیه اون همه قبول دارن، تا جایی که خود جناب عایشه میخواست با مروان دعوا میکرد گفتن در مورد شماست. درست شد. شجره ملعونه، حالا قرآن دنبال چی بود؟ شجره طیبه. اون شجره ملعونه، اون شجره خبیثه. قیام امام صادق و امام باقر، خصوصا امام صادق، دقیقا شبیه قیام عیسی ابن مریم. نقش حضرت، گفتم نعل و نعل اتفاق میفته، نقشی که حضرت عیسی در بین بنی اسرائیل داشت، امام صادق در بین بنی اسماعیل داشت. انقدر شر و ور اونا نقل کرده بودن از انبیاء الهی. حضرت عیسی دینی که تحویل گرفت کلا چیز هچل هفتی بود دیگه. برای همون اول وارد هیکل سلیمان که شد، یه لغز زد زیر نمیدونم میز این یارو نزول خوره، اون یک شوره بیچاره کردن خاخام مخام رو. تو انجیل متی اون لحظه ورودش به، فکر کنم متی باشه، لحظه ورودش به هیکل سلیمان آوردن بحث میکنه باهاشون. انقدر این مال کشیده بودن دیگه میتونستن نزول بگیرن شرعی. شرعی نزول میگیرن. شرعی همون کثافتکاری که قبلش گفتم جرم بود، گناه بود، فسق بود، فجور بود اسمش. عرف میشه، تغییر میکنه. تغییر میدادن، تثبیت میکردن. نه دیگه که این یارو آقایون سلبریتی ها توییت زدی که اینا رو بخوین، اینا رو تغییر میکنه، خب الحمدلله دیگه نمیشه برگشت. بعد دوستان اینو تثبیت کردیم. بعد یکی از سیاسیون دولت اصلاحات هم شبیه همین توییت رو زده بود، روزهای سختی ما داریم میگذرونیم. اینو به شما بگم، چون بعضی از انقلابی‌ها با اینا همراه شدن. این بدترین روزهای عمر منه، بهتون بگم، خدا گواه. چون بعضی از انقلابی‌ها دارن برای اونا ماله میکشن. گفتم یه توییت زدم نوشتم این خط ها، این دیگه فکر نکنید یه توییت ساده، این یه خط خطرناکه. این مبانی انقلابو داره میزنه. جریان تحریف. امام صادق و امام باقر شروع کردن کلاس درس را انداختن، رفتن رو مفاهیم، رفتن رو مبانی. آقا طرف میگه من وارد یه مسجد، اشتباه نکنم در کوفه شدم، 1000 نفر فقط میگفتن قال فلانی قال فلانی. ببین چی کار کردن. مردمم مات و مبهوت مونده بودن. اصلا جنس کلمات فرق می‌کرد. همون جوری که حضرت عیسی کم اون موقع ادعای پیغمبری میکردن، انقدر بود که تا دلت بخواد اسمشون هم نقل کردن. جنس عیسی فرق داشت. همه میفهمیدن این کلام فرق داره، این نور چهره فرق داره، این پیشگویی هایی که در مورد او انجام شده. همینطور مسیح امت پیامبر حضرت امام صادق علیه السلام جنس کلام فرق داشت. هر چی میپرسیدن جواب بوده. یکی از شاگرداش شده پدر علم شیمی. فقط بحث فقهی؟ نه بابا. شاگردای تو بازارش مثل مومن و طاق و اینا، شاید تو بازار دهنه بازارش صراف بود. بحث میشد آقا دیگه مرحله آخر میرسید، دربی بود اینو میبردن. بازاریه، آره آخوندهای اون رو چپه میکن. بازاریه تخصصی، بحث در مورد توحید و فلان داری فلانی بره، بحث در مورد بهمان داری بهمانی بره. حرفای میشینن مردم که عجب.
کار به یه جایی رسید سمعت من ابی، شنیدم از پدرم که پدرم از پدرش شنید، که باید میرسونده به پیامبر دیگه، باید میرسونده به معصوم. کار به یه جایی رسید دیگه امام باقر امام صادق میگفتن قال الله، خدا فرمود، و مردم میپذیرفتن. و این خیلی مهم، این یعنی خود این آقا معصومه، ناخواسته اعتراف به همین دارن میکنن. جامعه اسلامی بزرگ شده، از این طرف رفته تا اروپا، از این طرف تا مرز چین، شاخ آفریقا رو گرفته و فلان، با کلی نهله و گروه و اینا سر و کله میزنه، هر روزی شبهه جدید، هر روزی یه حرف جدید، یه چیز عجیب غریبی و تضارب عقاید بالا رفته. صاحب میخواد کار، آتیش گرفتن از دست امام باقر موسی. دیگه یه کاری به جلوس خلیفه گفتش که ما که علمی نمیتونیم این آدمو زایش کنیم، بذار یه جلسه میذارم. دعوتش کرد و حالا شما علما اهل ورزش هم هستی مثلا برید تیراندازی به حضرت فرمود ما رو معاف کن. نه من اصلا تیراندازی خیلی نشنید، مثلا پیامبر فرمود تیراندازی جد شما سا 4 تا تیر حضرت زد، این تیر تو قاف، اون یکی تیر، همشون که غلاف کردن. چطور؟ من در جوانی اندکی تمرین کردم. این تو هر زمینه میرفتی اینا شاخص‌ترین بودن. الگو، یعنی وقتی میخوای با جریان تحریف مقابله کنی یک الگو سازی هم باید بکنی. بعد من و شما اگه فکر کنیم که مثلا این تحریفات میخواد اتفاق بیفته، برای پیامبر بوده، برای زمان امام صادق بوده، برای امیران، برای ما نیست، نه که تخم 2 زرده برای خدا میذاریم، احتمالاً مثلا چشامون سیاه‌تره، بوی مشک و عنبر میدیم، مثلا خونمون اورانی میدیم 38 مثلا، نمیدونم این حرفا چیه لیبلوکم. قبلیای شما رو آزمودیم، طرف خدمت امیران گفت میشه دعا کن مثلا خدا ما رو آزمایش نکنه. وای چه حرفی آخه میشه، دعا کنید از آزمایش سربلند بیرون بیاد. این درسته. بدانید تحریف، اون تحریفگر اصلی خود شیطان بود. ویژگی جریان تحریف اینه که اصل رو دست نمیزنه، اصل رو تهی میکنه. این آب اینجا بر نمیداره بیاد بگی به مشروب بخور، تو همین قوطی مشروب میریزه. یهویی هم مشروب نمیریزه، یه قطره شروع میکنه. قرآن میفرما خطوات شیطان، گام به گام میری، یه لحظه به خود میگه عجب تخم مرغ شتردوز شد. این اشکال نداره، اون اشکال نداره، عیبی نداره فلان. خلیفه اول و دوم در سبک زندگی مراعات میکرده، ساده زیست بودن. خلیفه سوم دیگه نه. زمانی که خلیفه دوم رفت به شامات سرک کشی کنه، سر بزنه، وقتی رفت اونجا این دم و دستگاه معاویه رو که دید به هم ریخت. گفت چه خبره، چیکار کردی اینجا؟ گفت ببین من تو مواجهه با مرز رومم، رومیا خیلی با کلاسن، دوست داری به ما مسلمونا بگم بدبخت بیچاره فلان خاک بر سر عقب مونده؟ من آبروی اسلام مسلمین الان در اینه که من ظروف طلا داشته باشم، تو ظرف طلا غذا بخورم مثل اینا. حالا امپراتور ژاپن، من خودم مثال نزنم، امپراتور ژاپن عکساش میاد بیرون، دیدید یه صندلی ساده، یه مدل این درای کشویی که ژاپنیا دارن بکشو. کسی میگه خاک بر سر ژاپن؟ ها؟ کسی میگه خاک بر سر؟ چقدر بدبختن ژاپنی. ببین آقا باب شد. خب برادرای صحابه هم برای اینکه بتونن توجیه داشته باشن یه کارایی بکنن، حالا رفتن ایران رو گرفتن، قصر ساسانی رو گرفتن. چیکار کنیم با این لوسترا و نمیدونم چیا و فلان؟ نه، گفتن داداش اول یه دور به مسجد بدید،
باب که شد میزنیم خونه های خودمون. آقا لوسترا رو میکنه میبردن تو مسجد. چیزای سربی بزرگ رو بخونید تاریخو میوردن میزدن تو مسجد. چی رو اینجا زدن؟ مسجد پیامبر از سادگی خودش تبدیل شد به کلیسایی. بعد چی شد؟ وقت اون زدن دیگه چی؟ در و پنجره های فتوحات سر از خونه طلحه و زبیر در آورد. سر از خونه سعد ابی وقاص در آورد. سر از خونه عبدالرحمن بن عوف در آورد. میگه جناب خلیفه عباش 100 دینار بود. 1 دینار 4.25 گرم طلا، نیم کیلو پول طلا، نیم کیلو طلا پول عبا فقط. میگه آقای طلحه و زبیر مردن، انحصار بر اثر توضیح داده، متن حقوقی رو نوشته، زنا چقدر بردن. جالبه بخونید. خلاصه اینقدر این ورقای طلا رو با تبر روی تنه درخت شیکوندن، اونایی که شیکوندن دستاشون تاول زد. شیطان نمیاد بگه رو به کعبه نماز نخونید. شیطان نمیگه دور کعبه طواف نکنید. احمق نیست، میدونه پس میزه، میدونه جلوش میستی. شیطان میره بوتو میذاره اون تو، میگه داداش هر چقدر میخوای بچرخی بچرخ. قبل پیامبرم بود، حاجیان میرفتن مکه میرفتن لات و هبل و عزا اینا رو زیارت میکردن، برمیگشت. جریان تحریف از درون میجوشه. قوم موسی رو مفسدین اقتصادیش قارون و مفسدین فکریش سامری ها زمین زدن. فرعون هیچ غلطی نتوانست بود. فرعون و جنوده و فرعون و هامان و جنودهما همه ته دریا خفشون کرد. اما بت سامری ساخته شد، دورش جمع شد، هارون رو خونه نشین کردن، میخواستن بکشنش. سوره اعراف، سوره طه بخونید. و کادو یقتلوننی، به موسی میگفت اینا میخواستن منو بکشن. گفت تو چرا کاری نکردی؟ گفت مگه خودت نگفتی وحدت رو حفظ کنم؟ فرقت بین بنی اسرائیل. گفت ترسیدم بگی چه جالب، امیرالمومنین سکوت میکنه به خاطر تفرقه نیفته تو بنی اسماعیل. یعنی بود این داداش بشین یه دور قرآن بخون، نه حدیث لازم داری نهی، اصلا میفهمی. به خدا والله به پیر به پیغمبر. قارون کان من قوم موسی. میگه قارون از قبطیان نبود، از فرعونیان نبود، از قوم خود موسی بود. بعضی گفتن پسر عموش بوده، اون پسر خالش بوده، اونم چی شده، خودی بود. رفت با اونوریا بس. بعد چی میگه؟ میگه فرعون و هامان و قارون قالوا هذا ساحر کذاب. برگشت موسی با اونور، رفت تو رسانه‌های اونوریش سخنرانی کرد، کانال ماهواره‌شون دعوتش میکردن، زنگ میزدن، پخش زنده میرفتن، مصاحبه میکرد. گفت این کذاب، این دروغگوه. بابا میشه قوم موسی قارون داشته باشه ما نداشته باشیم؟ میشه؟ چرا؟ میشه قوم موسی سامری داشت؟ سامری نیومد بگه بت بپرسه، خر نبود، میدونست میزنن تو دهنش، بلد بود چجوری بگه. گفت هازا الهکم و اله موسی و نسیه. آیه قرآن گفت ببینیم موسی که میدونید بالاخره ما فامیلی، میدونم از برخی گفتن از نسل حضرت یوسف بود، یعنی حساب میکردی یادگار حضرت یوسف بود. گفت بابا شما که میدونید من و موسی با هم دیگه چای قمپرلو میخوریم، دیزی میزنیم، با همین. گفتن بله. اینا که رودخونه رد شدن از دریا، در واقع دریا سرخ رد شدن دیگه، اومدن این طرف، یه قومی دیدن دارن مش دل دیوونه دارن یه بتی میپرسن. گفتن موسی برای چیزی بگیم ناراحت نشو، تو هم اعصاب نداری الان یه خدای اینجوری دیدنی درست می‌کردی، خیلی خوب بود. حضرت موسی ناراحت شده، هیچ ساکت شد. سامری اونجا درد جامعه رو فهمید، گفت آها اینه.
تا موسی رفت تا روز 30 هم عالی بود. everything is okay. همه چی خوب. روز 31 و اتممناها به 10 از اونجا شروع شد. گفت آقا یه گوساله هم درست کرد و اینم اجلن جسدن له خوار، این بهش باد میومد از اون دهنش مثل شیپور. میدونید که همین الان مدل همین چیزو ساز ساسانی ها پیدا کردن و ساختنش و در آن خیلی جالبه وقتی باد وارد میشه از یه صدایی در میاد. همین الان هستیم. اخیراً هم یکی از این سلام علیکم آره فک فامله سامری ای میاد برنامه بزه به هم. خدمت شما عرض بکنم که آره ساختن، یعنی میخوام بگم از نظر تکنولوژی شدنی بوده، اما خب برای مردمی که ندیده بودن عجب شعبده‌ای، مثلا شما گوشی موبایل رو برمی‌داشتی 50 سال پیش به ایمان میآوردن. آره دیگه میرفتی اونجا. مگه همین انگلیسی نبود تو اشایر بختیاری سرجیکاک شد آسدجیکاک، رفت اونجا چیز داشت فندک شکر تو اساش گذاشته بود میزد به ملت، گفت جدم گرفته همه بشیمان آورد. پاشنه کفشش هم چیز گذاشته بود آهنربا گذاشته مینداخت جفت میشد با هم دیگه. گفتم بیا فرشته هم که با کفشش جفت میکنه. پدر سوخته بود دیگه. میرفت لخ میچرخید تو بیابون، یه ذره کاغذ دست بریده بود گذاشته بود روی کتفش، بقیه بدن برنزه میشد، این یه تیکه سفید میگه مولا علی دست گذاشته رو شونه من. روز ملی شدن صنعت نفت یه هیئتی رو انداخت. دو دمش چی بود؟ هر که مهر علی مین دلسه صنعت ملی نفسی چه نسه. هر که مهر امیرالمومنین تو دلشه ملی شدن صنعت نفت میخواد چیکار. بعد اون موقع سجیکاک الان ندارن، نه چلاقن. من نمیفهمم این توهم چیه ما تو جمهوری اسلامی داریم. خونه پیغمبر نفوذی داشته ما نداشته باشیم؟ انقلاب حضرت موسی منحرف داشته باشه ما نداشته باشیم؟ سامری شناسایی که گفت اینا اینو دوست دارن. میدونم آقا خلاصه حضرت موسی رفته گفت ما هم چای قم پهلو میخوره، همه رو جمع کرد، مردمم نزده آماده رقصیدن، مردم دوست داشتن فقط یه نفر یه چیزی بگه، آماده بود همه چی. گفت هازا الهکم و اله موسی فنسیم، گفتی بود درست کنید اینه دیگه. یادش رفت بهتون بگه بنده خدا میخواست ببین سامر من یادم رفت بگم من میرم برمیگم، اگه احیانا برنگشتم خودم برگشتم خودم معرفی میکنم. اینا تو دلشون مون بندگون خدا یه دوری بوتی بپرستن چی گناه دارن، جلوم برای تحقیر شدن، بگن ما هم یه خدایی داریم ما بنی اسرائیل، اون خدا شما شغاله خدا ما مثلا گوساله است. این تو دلش موند. آخه همه گفتن خدا پدرت بود. هارون اومد وسط، برو کنار بابا، کادو یقتلوننی، گفتش میکشتن منو. متوجه شدید؟ نمیاد بگه بت پرستید، میگه بیاید بت موسی رو بپرستید. موسی به من اینجوری گفت، موسی به من اونجوری گفت. نبود از امام چه خاطراتی نقل شد. اومدن تو تلویزیون مطلب نقل کردن از یه وزنه برداری که مثلا نمیدونم چی و بعد فهمیدن یه سال قبل اون ماجرا امام به رحمت خدا رفته بوده دیگه، بالاخره گویا امام رجعت کرده بود برای ایشون توی جلسه خصوصی داره. اینا تو تلویزیون نقل شده. متوجه شدید؟ جریان تحریف میاد اون دا وای میسته. ببین اون ضعف ایمانی جامعه رو شناسایی میکنه که اکثریت رو اون دست میذاره. ملت هم منتظر دیگه. خب حالا این چی میخواد؟ این پاسدار میخواد، این حافظ میخواد. خیلی هم سخته. چجوری باید عمل کن؟ یک دو قطبی شکل نگیره، چون تو دو قطبی یعنی این دو قطبی هم کل مملکت گرفته. یعنی چی؟ دو قطبی یعنی اون حالتی که حرف حق شنیده نمیشود. دقیقاً استادیوم استقلال پرسپولیس منظور دو قطبیه. یعنی اینکه استقلالی 6 تا گلم بخوره از استقلالی بودن دست نمیکشه. پرسپولیسی هم 4 تا بخوره مثلا نمیدونم چی دست نمیکشه. تاش فوش میدن به کی؟ به مربیه. یعنی عوضش کن حل شد. میگم برو دیگه.
متوجه شدی؟ اگر جریانی که توش باید عقلانیت حاکم باشه، دین حاکم باشه، اینم دو قطبی بشه، هیچ حرفش نمیشه. بالاخره یا این سر کاره یا اون سر کار دیگه. این سر کار باشه این برای فوش میدن، اون سر کار باشه این برای فوش، هر روز دعواتون. متوجه شدی؟ این اون حالت. برای همین امیرالمومنین میفرماد یه حرفی رو اگر دیدی خریدار نداره وقتش نیست نزن. هم خودتو خراب میکنی، حالا من میگم بخشون خود به جهنم، حرفه رو خراب دیگه کسی دیگه نمیتونه بزن. متوجه شدی؟ ببین الان تو بحث حجاب رفت به سمت دو قطبیش. تا هم بخواد یه خورده حواس از رو دو قطبی دارن، دوباره یه آدمای عمدن میان تحریک میکن. اصلا مسئله‌ام الان حرف این نیست که درست است آن مسئله یا نه ها. میدونی چی میگم؟ فضا میشه فضایی. دو اهم و مهم، امیرالمومنین به حکومت رسید، یه روز اومد تو مسجد دید اینا دارن نماز مستحبی رو جماعت میخوان. این جزء ابداعات بعد از پیامبر بود. مثلا نیتشون هم بس خوب بوده ها، این ابداعات انجام خیلی خلاق بودن، خیلی مبتکر بودن. مثلا بعد گفتن آقا نماز جماعت مگه بده؟ خوبه دیگه، نماز فرادا بهتره یا نماز جماعت؟ جماعت الصلاه جماعه حتی علی راس الزوج، سر نیزه هم هستی نماز جماعت بخونه. ای چیزا باشه، این که خوبه نماز جماعت. نماز مستحبی هم که خودش مستحب، خدا نخواسته واجبت نیست، نماز یومیت که نیستش که میخواد یه رو نافله بخونه، چقدر خوب. حالا اینا رو با هم ترکیبی بزنیم چیز خفنی در میاد دیگه. مبتکر بودن، خلاق بودن. عرض کردم یه دونه ابتکاری زدن، یه ترکیبی زدن، گفتن نماز جماعت مستحبی رو جماعت بخون. امیرالمومنین اجازه ندارید. اومد تو مسجد داره اینا نماز، گفت آقا نکنید، زمان پیامبر این کار نبود، اگه بود پیامبر به ما میفرمود نکنید این کارو. آقا دادا رفت بالا، وا اسلاما وا عمرا وا سنتا، شروع کردن گفت. امیرم گفت خب باشه بخون. بخونید نه به این معنی که مجوز، یعنی رفت. اما سر معاویه کوتاه نیومد، در حالی که همین مغیرة ابن شعبه، اینم جزء مظلومات امیرالمومنین، هم مغیره معروف که 25 سال قبل میدونی چیکار کرده، همون مغیره امیرالمومنین که حکومت رسید، ایشون معروف به مغیرة الرأی، یعنی آقا مشاور فقط آقای مغیره. ایشون تخصصی سیاسی کابینه چیدن استاد بود. اینو بذار حاکم اونجا، چون اهل فلان عشیره است با فلانجا دعواش نمیشه، این بهمان، این بچه اونه، اون ننه اونه، اون عمه اونه، خاله اونه، این قصه. امیرالمومنین بکنه اینقدر این آدم بقیه بود. اومد جلوی امیرالمومنین گفت به نظرم الان معاویه رو داری عزل میکنیش، گفت من یه مشورت دارم بهت بدم یا ندم. من گفت بگو. یه بار دیگه مغیره است. بعد که یه نقلی داریم که امام حسن، من گفت اینجا چیکار میکنه؟ فکر نکن ما به خاطر مظلومیت پدرمون مجبوریم، به خاطر وحدت اسلام مجبوریم سایم. من یادم نمیره تو کوچه مادرمو زدی بعد نه تا خون ازش میچکید. اینا امام حسن نقل کرد. بدونید چیه، چقدر مظلوم بود حضرت. گفت به نظر من اشتباه کردی، معاویه رو عزل کردی، یا بذار بمونه یه چند وقت حکومت تو رو بپذیره بعد برش دار. آقا بلاتش، من واقعا دوست ندارم با اون آدم توی فیلد و توی سایت قرار بگیرم، توی بخش توی گروه قرار بگیرم، اما ظاهرا بر مبنای علوم سیاسی روز بعد نگفته، خیلی گفته بزنید همون اول حکومت دن و قدرت نگرفتی دوتا دعوا درست نکن. نحوه حکومت رسیدنت خودش کلی قصه داشته، بعد از کشته شدن عثمان و فلان، بذار رو بپذیره. از بنی امیه سا جنگ قدیمی دارید شما، بنی هاشم، بذار بپذیره. بعد امیرالمومنین حاضر نیستم ثانیه این تحت لوای من حاکم باشه. این تأییدیه از حکومت من. ببین اون چقدر خطرناک. ببین اون نماز مستحبیه رو امیرالمومنین ول کرده، هرچند اواخر حکومتش به امام حسن بعد 5 سال فرمود و شلاق بلند شو برو تو مسجد، هر کی داشته این نمازو میخون بزنش. اون تایم داره. اهم و مهم، اولویت.
بله ممکنه سر این اولویت ها دچار چی بشیم؟ اختلاف نظر بشیم، بگیم این اولویت است یا آن. بله قبول دارم، اینو قبول دارم، اما بالاخره باید فصل خطابی باشه یا نه؟ هر کسی خودش تشخیص بده اولویت چی که سنگ رو سنگ بند نمیشه که. بچه شما میگه اولویت اینه من تا ساعت 2 نصف شب بازی کنم، بعدش میخوابم. تو میگی نخیر اولویت بله بوس لالا برو بخواب، درس داری فردا، اینو میگی دیگه. کی تعیین میکنه؟ مسئله سوم، جز راست نباید گفت، هر راست نشد. خیلی حرف هاست، همین الان من به شما بگم، من واقعا عرض کردم روزهای سختی رو داره میگذرونم خود من، چون خیلی حرف هاست که باید بزنم نمیتونم بزنم. برای چی؟ برای اینکه دشمن سوء استفاده میکنه، برای اینکه اون آتش دو قطبی رو ممکنه شعله ورتر کنه. قصه مهسا امینی که پیش اومد، خوب دقت کنید، زنگ می‌زدن آقا بیا دانشگاه سخنرانی. من گفتم من نمیام، از دانشگاه رفتن میترسم، یه عمرم والله شما ما رو واسه دانشگاه رفتن میشناسید. پس چی؟ گفتم الان فضا به حدی دو قطبیه، اصلا حرفی شنیده نمیشه. یا باید برم مثل زاکانی باشون کلکل کنم که هیچ، نفت ریختم برگشتم. آره دیگه. یا باید برم مثل بهادری جهرومی سخنگوی دولت مرحوم آقای رئیسی سکوت کنم، هر چقدر فحش دادن هیچی نگم، یکم خالیشم که من تو اون جایگاه نیستم. من مسئولیت دارم جمهوری اسلامی، برم اونجا مقدسات فحش من ساکت بشم، بعد فردا همین آقایون وفاقی بزنن کل در حضور رائفی پور به فلان مقدسات توهین شد و او سرش را پایین انداخت، احتمالاً در ته قلبش راضی بود. یه دیگه که همین الان دارن از این کارا میکنن. همین امروز در روزنامه فرهختگان یک مزخرف معنی واقعی نوشته، به معنی واقعی کلمه. چند وقت پیش که پتروشیما ما نامه زدن که اومدن، اصلا حضوری اومدن، گفتن که آقا به ما خوراک نمیدن. خیلی هم بندگان خدا ناراحت عمدن این کارو میکنن دیگه، به بعضی از پتروشیما خوراک نمیدن، نتونه به چرخه اون بالاییه بدینو بخره. فهمیدی؟ ورشکست میشه. خب من این بندگان خدا، حالا لطف خداست، دفتر ما اینجوری کسی که دیگه از هر جا ناامید بشه آخرش یه سر میپیشون. گفتم باش پیگیری کارتون انجام بده. معرفی کردم به یکی از نمایندهایی که تو مجلس داریم. اون بنده خودم شنید، کارشون هم پیگیری کرد. کامل، یعنی جالبه. البته خیلی هم حالا اون بنده خدا تشکر و فلان و گفتن آقا ما وظیفه‌مونه. شاید وظیفه به این معنی که من مسئولیتی داشته باشم نباشه، اما وظیفه شرعی و هموطنیمون اینه دیگه. دیدم دقیقاً نقطه مقابلش اینا کسایی یعنی که نمیدونم آن استاد و آن مؤسسه، مثلا اسمم مثلا خواسته نبره، آن مؤسسه مثلا مردمی، بحثم سر خودم نیست، سر این که ببین اینا دیگه مسلمونن، یعنی مثلا دیگه رسانه انقلابیاست. این دو سر افراط و تفرید برادر من مردم وسط رو نمیذاره وسط بمونه. خوب دل بده من، میکشه سمت خودش. ویژگی فضای دو قطبی اینه، هر حالتی باشه. فکر کن بازی پرسپولیس استقلال تو رفته وسط واسه داری سپاهان تشویق میکنی، من داداش چیزی زدی، خلوزی، اشتباه اومدی استادیوم، بعدم یه برو بیرون. حس شما نداشتیم، ما داشتیم. چجوری ممکنه؟ یه روز این دانشجو ما زنگ زدن 15 سال پیش، گفتن که آقا بازی استقلال با یکی از این تیمای بحرینی، اون موقع هم انقلاب مردم بحرین بود، اینا میکشتن آل خلیفه از مردم بحرین، بیاید بریم اونجا چون مجبورن بحرینیا پخش زنده فوتبال پخش بکنن، ما بریم پشت دروازه‌شون وایسیم، این ما دفاع میکنیم از مردم بحرین و نمیدونم چیزا مثلا دیده بشه. گفتم بابا چند تا نکته داره، چیز نکنن، حذف نکنن فوتبال ایران و نمیدونم. گفتن نه، بچه دانشگاه تهران و دانشگاه امیرکبیر رو دانشجو بودن. گفتن ما بچه حقوقمون رفتن به دانشگاه بررسی کردن، گفتن نه، یه جریمه نمیدونم
کمی هم بود، 2 میلیون 3 میلیون چی بود، حالا به پول موقع هم خیلی زیاد نبود که خود دانشجو گفتن ما پول میذاریم پرداخت میکنیم. حالا یادم نیست چقدر. از این آقای نصیرزاده است، نصیرپور کی بود، زنگ زده از ظاهرم پرسیده بودن، این تو ذهنم. ما بلند شدیم رفتیم اونجا، حالا پرچم این بحرین چی، اینا قرمزی، ما افتادیم تو بین این استقلالیا، پرچم قرمز گرفتی دست اینا کیان اینا ما داریم با بحرینی این وسط چی میگه. بله. بعدش هم برادر عزیز و زحمتکش گارد ویژه اونجا بعد پایان بازی حسابی به خدمت این بچه‌های دانشجو رسیدن، اساسی، یعنی الان فیلم‌ها و عکساش هم هستن تو اینترنت هم بزنی میاد، چون اونو قانونه دیگه، میگه آقا اینجا نباید باشی، اینجا چیکار می‌کنی بیا برو. خب میخوام بگم تو دو قطبی ویژگی اینه دیگه، بابا بازی پرسپولیس رو رفتون واسه چیکار می‌کنی، سپاهان تشویق می‌کنی، بیا بیرون بیا بیرون بیا بیرون. انتخابات شورای محترم نگهبان به هر دلیلی که داره و من نمیدونم، میتونم یه حدسایی بزنم، میاد میگه اینا تایید، این یکی نه، این یکی دور قبل تایید الان نه، این یکی دور قبل نه تایید الان مثلا آره مثلا. بعد بزرگتر شد. خب بدیهیات جامعه چیه؟ بدیهیات منطق انتخابات که کسایی که تایید شدن توشون دو قطبی رؤیت می شود، آقای جلیلی، آقای پزشکیان. این NOS دیده می شود. خب جامعه به کدام سمت خواهند رفت؟ رأی ها و همین دوستان، افراد دیگه رأی چندانی نخواهند بود. منطق انتخابات ویژگی دو قطبی. اصلا اشتباه نکنید الان بگید مثلا این درست است و غلط است، هر اصلا من وارد قضاوت این چیزا نشدم، قضاوتی دارم برای خودم، اما این منطقه. مثال 88 دو سر دو قطبی کی بودن؟ احمدی نژاد و میر حسین. احمدی نژاد و میر حسین یا احمدی نژاد و کروبی؟ میر حسین. برای همین آراء آقای کروبی از آراء باطل هم کمتر شد. یعنی حتی کروبی چیان میگفتن علم ساید ما و سمت ما الان دست میر حسینه، بعد او تقویت شود. یادتونه دیگه معروف شد، معروف میگفتن نمیدونم رئیس ستاد کروبی هم می‌خواست رأی بده، نمیدونم رأیشو وا کرده، توش نوشته بوده میر حسین موسوی. با همون منطق 2 تا 4 تا. حالا با این منطق وقتی شما رؤیت میکنی، بعد مثلا فرض کنید پور محمدی تو انتخابات مونده، خب حتما دلایلی داره. من پور محمدی میگم، شما یه چیز دیگه بفهمید، میترسیم اون یک اسم رو ببریم. خب این ویژگی دو قطبی. بعد چی میشه؟ ویژگی دو قطبی تا آخر عمرشون یادشون نمیره، چون فایت. آقای محسن رضایی شاهده که من رفتم پیش ایشون گفتم این دو قطبیه، این بدیهیاته، الان به من بگو 2 تا بشه 5 تا، برای من اینه، امکان نداره جز این بشه. این 2 نفر دور دوم، برادرها خواهرها، من توییت، بعد دور دوم تازه بازم تهش معلومه کی رئیس جمهوره. همون روزی که تو شورای محترم نگهبان تایید کرد گفتم با این ترکیب آقای پزشکیان رئیس جمهور است. مختصر خط. علم غیب نیست، لازم نداره. فهم مسائل سیاسی. 2 تا 4 تای علم ریاضیات، جمع، تفریق، 4 عمل اصلی. 1399 اسفند ماه توییت زدم. 1399 آقای لاریجانی شرکت کرد تو انتخابات، آقای پزشکیان هم شرکت کرد تو انتخابات، آقای رئیسی، همتی، چی یادتونه؟ خود آقای جلیلی همه شرکت کردن. خب بعدش چی؟ من نگاه کردم گفتن وای لاریجانی شرکت کرده، وای یه سری از حزب الله‌ها اینا گفتم اصلا لاریجانی مسئله جدی نیست. آقای پزشکیان ایشون نوشتم دیگه، پزشکیان و کاپشن احمدی نژادی، پزشکیان و پوپولیسم، پزشکیان و آذری هایی که فکر میکنن از دهه 60 به بعد در
رأس قوه مجریه نبودن، پزشکیان. حالا 4 سال بعد اتفاق افتاد. منطق فهمه. اگر دور و برتون رو تو صداداتون آدم بی سواد میگیرن، به باد فناتون میدن، گردن کسی دیگه نندازید. منطق است. 2 تا 4 تاست. اگه یکی اومد بهت گفت 2 تا 5 تا، یا بیشعور یا شیاده. این دو حالت خارج نیست. چه شده؟ به این برادر من عزیز من، جامعه بعد از 88 دو قطبی شد. این همون خطری بود که رهبر انقلاب رصد کرد. یکی از بدترین اتفاقات همینه. فکر نکنید آقا ایران، نه آمریکا هم الان دو قطبی. فکر نکنید مثلا ترامپ داره میتازونه. نه واسطید هنوز. باید صبور باشی. واسه ببین چی میشه. اون خدای حکیمی که گلوله رو بیخ گوش این میبره، آره قصه ها داره، برنامه ها داره. و عمدن هم این کارو میکنه که ببینی، بگی ببین این 1 سانتی تر بود مرده بود، دیدی نمرد، وایسید ببینید چی میشه. خدای قربونش برم فتنه ها داره، برنامه ها داره بر دنیا. من نمیگی شم جانباز جنگ صفین بوده، آره یا نه؟ حالا نیزه محکم‌تر خورده به جای دیگه رو محکم‌تر خورده دیگه. الان که نمیگفتی شم رو مثلا شهید شم. که هم ببینیم سنت‌های الهی بسنجیم، تو اون فضا، تو اون اتمسفر، تو اون کانتکست بریم ببینیم. خب این جامعه دو قطبی شد. هی عمدن هم دو قطبیش میکنن. همین چند روز پیش من دیدم باز یکی از مسئولین مستعفی دولت یه توییتی زده، یه عکسی گذاشته از ایران که این مردم حساس شده بودن. عکسو که زوم میکردن خانوماش همه بی حجاب بودن. من چه توییتی زدم؟ گفتم مگه نمیگید یه عده‌ای عمدن دارن دو قطبی میکنن که مذاکراتتون رو خراب کنن؟ چرا این توییتو میزنی؟ تو مثل تن خودت هم میخوره دیگه. اینه که دیگه حزب اللهیان تو عمدن انگار این کار میکنی که باز دوره این طرف یه چیزی هست این وسط انگار. خب یعنی بعدشون نمیاد، چون دو قطبی هستن دیگه، فضا از عقلانیت خارج میکنه. هیچ کی دیگه ببینید آقا بالاخره این پرسپولیس بازی خوبی کرد یا نکرد؟ نه دیگه، هر آنچه از تیم حریف سر بزند شیطانی است. هر آنچه از ما سر بزند عالی است. این میشه دیگه. خب اتفاقاتی هم افتاد که اون بخشایی که واقعا اصلا ببینید یه جوریه، نمیدونم نه میتونم حرف بزنم راجبش، نه یه پک بذارید بگذاریم دیگه. آره دیگه اتفاقات افتاد تو کشور شد اینه. آیا جامعه اون بچه انقلابیه کاری میکنه که موجب بست ید ولی بشه یا قبض ید ولی بشه؟ این خیلی مهمه. اگه دست امیرالمومنین رو پر کردی صفین رو تا ته پیش میبره. اگه جا اون مشنگای لا حکم الا للهی 4 تا مالک میبود تموم بود. گفت من تا سر معاویه 10 ضربه بیشتر شمشیر باقی نموند بود مالک. اگر قبض ید ولی صورت گرفت یه حکمیت. بله حکمیت. چیکار کنه؟ شما یه صفحه شطرنجی چیدی، نه وزیری مونده، نه اسبی مونده، نه فیلی مونده، نه قلعه مونده، با این سربازا چیکار کنه؟ باید صبوری کنی سربازا رو به ته برسونه. حالا شاید وزیری شد، شاید یا نه برعکس عمل کردی. مورا که داری هیچی، عمدن هم مات نکردی، چون مات کار اون بزرگ جامعه است. سربازا رو هم رسوندی. عجب سفر نگاه میکنی 5 تا وزیر داره مثلا.
اون وقت یه جور دیگه عمل میکنه. اینه دیگه ولایت شناسی، ولایت پذیری، همینا رو باید ما بفهمیم دیگه. جامعه چیه؟ ناترازی برق داره، ناترازی آب داره، ناترازی گاز داره، ناترازی بنزین داره، به این معنی که وارد کننده بنزین شده هولوش 4-5 میلیارد دلار. عدده رو فکر کنم سنس بهش نداره. 5 تا 400,000 میلیارد تومان. کسری بودجه 900,000 میلیارد تومان. ها؟ سوریه اون اتفاقات افتاده. چیکار بود؟ و یک جریاناتی ای بسا میخواهن. این ای بساهایی که دارم میگم بعضا اینا برای اینکه هم منصفانه باشه، هم شرعیش درست باشه، هم حقوقی قضاییش درست باشه. بعد آره ای بسا جریاناتی هم عمدن دارن شرطی میکنن جامعه رو، اقتصاد مردم و نون مردم و معیشت مردم و به این که ما نیاز داریم به این گفتگوه. هیچ کس هم با گفتگو مشکل نداره. حرف زدن که قدیم گفتن حرف باد و هوا. آره گفتگوی منتج به چه؟ اینه دیگه. مثلا من هرچی میخوام بگم قبلا حرف زدم اثباتش کردم، الان میگم اون موقع اینو گفتم، نمیشه من برگردم گذشته رو تغییر بدم که. مثلا چی؟ مثلا دلار رفت تا 100 تومان. من اصلا تمایل نداشتم راجع به مسائل اقتصادی صحبت کنم. برنامه خط انرژی ما رو دعوت کردن، رفتم نشستم گفتم آی مردم دلار انقدر نیست، قیمت دلار 75 تومان من درآوردم. با محاسباتم 75 تومان. این حباب داره، طلا هم حباب داره، به باد نرید عزیزان، برادران، خواهران. دیدم شاید نشده باشن، گفتیم توییت بزنیم، 4 تا کانال بریم. ما که بایکوتیم. صدا سیما ما رو نمیدن. سایت‌های بچه‌های انقلابی‌ها دیگه مثلا کانالاشون دیگه نمیذارن. الان ترجیح میدن با برادرای وفاقی باشن. خب نمیذارن حرف مردم. حالا اینایی که ضرر مالی کردن حتما اینا اگه میرسید گوششون شاید گوش می‌کردن. حتی من منطق محاسبه رو هم توضیح دادم تو برنامه. که نفر بگه چرا تو میگی اصلا، چرا میگی 75 تومن 65 تومن مثلا. از قضا اون عزیزی که کنار من نشسته بود او گفت 65. اشتباه نگم گفت 55 60. گفتم نه من میگم 75. نخرید مردم، ما بیچاره میشید. دلم سوختیه. برای ترکیه نگفتم، گفتم اونایی که ملکی پلکی دارید بفروشید درید در ترکیه. ترکیه آبستن حوادث بسیار وحشتناک. من ملک دارم نه. بابام ملک داره نه. هیچ کس اون هیچ کدوم. من تو این کره زمین 1 سانت از این کره زمین مال من نیست. مستاجرم. اما چرا هموطنمه. بد کاری کرده برد اونجا سرمایه، حالا برده دیگه، چی بگیم؟ فوشش بدیم. برده دیگه. اوضاع کشور این. بعد ببین چی میشه؟ هنوز رفتن گفتن سلام. اومانی هم میومده درام که سلام میدادیم. علیک سلام. علیک سلام. خب یعنی در همین هواپیما نشست بود دلار اومد پایین. اومدی 20 خورده من رو 80. چقدر این سلاما اثرگذاره. حالا فکر کنین دوباره مثلا باز جواب نده، بعد یه مثلا دوباره به روز 120. این یعنی چی؟ یعنی شرطی کردن جامعه با این و مردم قشنگ دارن میره. ماشین رفت بالا، ماشین اومد پایین. اینم چی رفت بالا؟ اومد پایین. مردم پولشون رو کجا میبرن منطقاً؟ گوش کنید. جایی که سریع نقشه‌بنده باشه، 2 سرمایه‌ای باشه، نمیرن که نخود لوبیا بخرن. ببین ما لوبیا چیتی بخریم ان شاءالله قیمتش میره بالا. میبرن تو سراغ فلزات گرانبها، طلا و نقره. اخیراً نقره هم مد شده ایده میخرن. میبرن سراغ زمین و ملک، خونه. میبرن ارز، دلار میخرن این چیزا. 4 که ترکیبی از ایناست، میبرن سراغ ماشین. تا یه پولی داشته باشی میری برای بچه‌ت یه ماشینی میخری. هم یه منت سر پسره میذاری، هم بالاخره برای پسرم ماشین خریدن که پوزیشو میدی، هم بالاخره سرمایه است دیگه. هر موقع خواست میفروشید. سر کارم باشی پسرم ماشین برات خریدم، مامانت هم برسون.
از شر زنم راحت میشی. یعنی ببین خوب چی نرفتی بابا جون، من یه ابزار کوهنوردی صخره نوردی از اون برو بشین سر جات بچه ببینم. چیزی خرید کالای سرمایه، درست مردم همین. اما دقت کنید وقتی خطر حمله، آیا حمله میکند آیا نمیکند اینم بود، پول سمت ملک و ماشین نمیره، چون خونت نمیتونی زیر بغلت بذاری بری. اون دوتا که بسته شد سرریز اینا میره کجا؟ ارز و طلا. منطقاً یه آدم فکر کنم این 7-8 سال پیش حرم امام رضا اولین بار توضیح داد که مدل اقتصاد مردم ما اینه. یه بندگون خودمون لالو یه بار یه بورس هم حس تو دولت روحانی امتحان کردن، هنوز جاش درد میکنه دیگه، میگن یا ابوالفضل بدش کن ولی مثلا من. این از این وقتی این اتفاق میفته و معیشت مردم یهو این جریان میخواد بیاد بگه که چی؟ آقا من میخوام معیشتتون رو درست کنم، این آقا نمیذاره. یعنی چی شو؟ حالا آیا آن آقا نکاتی رو هم گفته؟ بارها گفته، قدیمام نگفته، زیر 1-2 ماه پیش فرموده. شما خیلیاتون یادتون نمیاد، خیلیاتون هم یادتون میاد زمان دولت آقای خاتمی یک اختلاف افکنی عجیب غریب انداختن بین دولت و حاکمیت، عجیب، بین رئیس جمهور و رهبر. برنامه این بود که بگن حاکمیت دوگانه. فکر میکنید چه اتفاق افتاد؟ رهبر انقلاب آمد محکم از دولت آقای خاتمی حمایت کرد که خیلی از حزب اللهیا فیوزاشون پرید. یادتونه یا نه؟ بزرگترهای جلسه هستن تایید دارن میفرمن. برای چی بود؟ بله این باید خلع اصلاح کنیم. این برنامه دشمن، زمین بازی دشمن رو خراب بکنی، تو 2 قطبی که داره میسازه وارد نشی. پیچیدگی داره جان، پیچیدگی داره حکومت داره، سخته. یه بچه‌هات میخوای بری شابدالعظیم برداری بری بیای، دخترم یه شیشه بده پایین، پسرم یه شیشه بده بالا. یه تلویزیون میخوای نگاه کن، من کانال شبکه پویا میخواد، اون یکی نمیدونم چی میخواد، امید میخواد. جنگ جهانی تو خونه 80 میلیون رو دارید میریم، 80 میلیون. اونا تازه همه تولید یه کارخونه، این بچه‌ها یه تربیت یه مدل همیشه. واقعیت جامعه اینه. بله حرفم نمیشه. حالا چی میشه؟ نگرانی‌هایی به وجود میاد، نشه مثلا این بچه‌ها قاطی کنن یه حرفی بزنن خراب بشه. متوجهید؟ برای همین شروع میکنن به یه خورده صفر گرفتن به یه سری از این بچه‌ها. لله و لرسوله. نشه، چون امنیت اولویته. متوجه شدید؟ نشه یه وقت این تعادل به هم بخوره. برای همین مثلا کسایی که کنشگرن، یه خورده کنشگر فعالی هستن، صاحب نظرن، اثر اجتماعی دارن، اینها به تیغ 2 دم تبدیل میشن. تو کشور ما که نگاه تهدید محوره، به جای اینکه بری از این فرصتی که او دارد استفاده بکنی، برعکس میریم شروع می‌کنی اذیتش کردن. خب او هم ممکنه بسته به نوع تحلیلاش متفاوت عمل کنه. مسئله اینه امروز اوضاع کشور ما در یک پیچ مهم. کی بدش میاد مشکلات اقتصادی مردم حل بشه؟ بر پدر و مادرش لعنت. خوبه؟ والا اون زمانی که این آقای نمیستن مذاکره چیه، ما تو مرکز مطالعات آمریکا سال 90 آخر دولت احمدی نژاد بود، آمریکایی پیغام فرستاده بودن، محرمانه بود اون موقع از طریق عمانیا. بعد از کل این اندیشکده ها خواسته بودن که نظرشونو بگن، برای ما هم فرستادن. از قضا نظر خود من اون موقع این بود که آمریکایی‌ها میخوان خاورمیانه رو رها کنن برن سراغ چین، اولویتشون چینه.
که مرحله رهایی نرسه. برای همین بهترین فرصت کندن از آمریکاست، بهترین فرصت امتیاز گرفتن از امریکاست، به شرط که بلد باشی مالک اشتر بفرستی جلو ابو موسی، جلو امراس بشینه یا ابو موسی اشعری. خیلی فرق میکنه، واقعا متفاوت. یعنی شخص اونجا مهمه. نظر خود من همین بود. همون سالها بنده 1-2 سال بعدش که دولت های روحانی آمد و صحبت مذاکرات شد، رفتم سازمان انرژی اتمی سخنرانی. گفتن نظرتون؟ گفتم من خوشبین نیستم. همینجوری هم فکر میکنم. گفتم من میلرزم. گفتن چرا؟ گفتم چون از نفوذ صهیونیست‌ها در آمریکا خبر دارم. اونا استاد خراب کردنن، نمیذارن کار به این سادگی پیش بره. گفتم من نظرم این. سخنرانی عمومی ها در جمع اعضای برادران نشسته بودن، خواهران نشسته بودن. فیلم سخنرانی باید باشه، طبعا اون تو آرشیوشون داره. گفتم من میدونم، من صهیونیست پژوهم، میدونم اون اصلا امریکا توسط صهیونیست‌ها اداره میشه. فرقی که بایدن یا ترامپ در خدمت به اسرائیل، یه اختلاف نظرهای جزئیه. کشتار مردم غزه فرقی کرد؟ بمبایی که میدادن فرقی کرد؟ اصلا آمریکا کشور اصلی صهیونیست است، مستعمرشه. رئیس جمهور آمریکا جرئت نداره جلوی یهودی حرفی بزنه، جرئت نداره حرف بزنه. 1-2 تا از رئیس جمهورش خود فاضل لاتی برداشتن بیچارهشون کرد. یکیشون کلینتون بود دیگه. از قضا خوبه بدونید کلینتون هم دنبال اصلاح روابط با ایران بود. مادلین آلبرایت رو انداختن جلو وزیر امور خارجه‌شون. 2-3 تا گام مثبت هم برداشتن اونو. این ترامپ که الان همه در آستانه دوره سوم مذاکرات بسته تحریمی جدید داد. اونا 2-3 تا گام گامشون چی بود؟ سازمان مجاهدین خلق رو بردن تو لیست تروریستی. گفتن سازمان مجاهدین خلق تروریستن. 2 به صورت ضمنی بابت کودتای 28 مرداد عذرخواهی کردن، ضمنی. 2-3 تا گام هم برداشتن. چه اتفاق افتاد؟ ریخ به هم. داخل قتل‌های زنجیره اتفاق افتاد. اون طرف هم آقای کلینتون یه خانمی پیدا شد به اسم مونیکا لوینسکی، گفت بله بعد از اورا منچ مارپله بازی میکردن. گفتن تو دروغگویی، تو فلانی، تو بهمانی. اخیراً اسناد کندی اومده بیرون، ترور کندی. درسته؟ چند هزار صفحه است. امریکایی‌ها که دارن بررسی میکنن، من چند تاشون همینجوری ریتوییت میکنم مردم ببینن که عامل اصلی، دلیل اصلی ترور کندی مشخص شده. کی بوده؟ مسئول ضد جاسوسی CIA. این کسی که CIA باید جاسوسا رو میگرفته. معاونت ضد، به قولی بچه اطلاعاتی‌ها، معاونت ضد CIA. ایشون چیکار میکرده؟ اورانیوم انتقال میدادن اسرائیل، یعنی که بتونه بمبای اتمش رو بسازه. کندی مخالف بوده، میگفت اسرائیل نباید اتمی بشه. رئیس جمهور آمریکا وای وای. لتجدن، یه روزی میفهمید، اشد الناس عداوة للذین آمنوا الیهود والذین اشرکوا. این حرف الکی نیستش که شما قرآنه. یه روزی میفهمید. خب الان بسم الله چیکار کردن؟ همون مجریه بنده خدا گفتن تو این امریکا اصلا اینو فهمیده، تون داره توییت میزنه آی بیای پیدا شد بالاخره کندی. انگار نبود. وایسید همین مجریه رصدش کنه، 1-2 سال دیگه حالش بپرس اگه پیداش کردی. مردمی که ما دیگه جلو صهیونیست‌ها داریم میجنگیم، باید بدونیم جلو کی داریم میجنگیم. رفتیم مثلا طرف داره با عقرب میجنگه، خب این نیش میزنه. با شیر داریم میجنگه، خب یه پنجه میزنه. نه با جوجه تیغی داریم میجنگیم، تیغ پرتاب میکنه. هر کدوم ما داریم با صهیونیسم میجنگیم. اما مردم رو توجیه نکنیم صهیونیسم یعنی چی.
اگه همین به برکت واقعا بگیم چی بگم، برکت خون شهدای بچهای غزه نبود که 4 تا برنامه این افق فلسطین رو نمیدونم چه تلویزیون نذاره، اصلا مردان کرانه غربی کجاست، نوار غزه کجاست، کی به کیه، حماس کیه، فتح چیه. الان که دید آقای محمود عباس چی خطاب کرده حماسی ها رو، با چه عنوانی چه لفظی خطاب کرده. همین امروز فلسطینی مثلا میگه که یه رگه متاسفانه ظاهرا میگن ایرانی هم داره و بهاییه. بهاییه. اینا آدماشونو گذاشتن چپوندن بر روز مبادا. اینا مأمورن یه عمر فیلم بازی کنن، یه عمر ولضالین بکشن، به وقتش این چرا یه جور دیگه عمل کرد. ولضالین محمود عباس مد نظرم بود. آره به وقتش یا آقای محمود حماسی ها رو فرزندان سگ خطاب کرد. خب دیگه شما جای اسرائیلی چی میگی؟ به فلسطینی به فلسطین چی داری؟ شما جا بقیه کشورهای اسلامی میگی برو بابا اگه تو شما خوب بودید اما هموطنای خودتون قبولتون داشت. اینا در سوریه کوهن رو تا معاونت وزارت بالا بردن. خیلی هم تند بود، شعارهای ضد صهیونیستی میداد. و یهود نه که 3300 سال پیش از موقعی که بعد از حضرت موسی به این معنی، خب قبلترش بود زمان یعقوب هم بود، به این معنی شکل گرفت چون همیشه در اقلیت جمعیتی بوده، یاد گرفت، بخشی از سبک زندگی شد نفوذ. ببینم یهودیای آنوسی فیلم بازی میکنن، مسلمانن، فیلم بازی میکنن مسیحیان، میرن جاهای مهمی که تو اونجا میشه تصمیم گرفت و میرن اشغال میکنن. ما باید چیکار کنیم؟ بسط ید ولی، آگاه کردن مردم، پرهیز از دو قطبی، در عین پرهیز از دو قطبی مواظب باشیم جامعه به سمت تسامح و تساهل نرود، مبانی رو آقایون جابجا نکنن. کار سختی، خیلی سخت. اهم و مهم کنیم، متوجه باشیم اینکه رهبر ما از ما خواسته عین عمار مبنا اوست، روشنگری کنیم، حرف حساب بزنیم، حرف درست رو به درستی بزنیم. من رو مثلا یک کلیپی پخش شد که تو جلسه یکی از مسئولین سیاسی خانی بلند شده میگه ما این بیعت با یزید مثلا مذاکرات فلان، خیلی هم سریع وایرال شده. خود فیلمش هم مشکوک بود، خانم همه جاشو پوشونده بود، یه دوربینم از قبلش میومد باهاش، انگار آماده بودن اینجوری. بعد کاری ندارم والا مشکوک غیر مشکوک، بالاخره هر کسی هم جلسه منم میتونه بلند شه چیز بگه، ما باید جواب داشته باشیم. من چی نوشتم که همونقدر که این حرف احمقانه است، مگه پیامبر با سران مشرکین و کفار مذاکره نکردن؟ پیامبر مثلا اونا به رسمیت مگه شناخته؟ مگه موضوع هسته‌ای محدود غیر مذاکرات غیر مستقیم بهش حرف بزنیم؟ تمام. کسی حق نداره راجع موشک و نمیدونم چی و تسلیحات نظامی و اینا صاحب داره. ما هم که دنبال ممتون نیستیم. خب اونا میخوان خیالشون راحت بشه، این خیال راحتی به مفتی نباید باشه. اینجوری نیستش که اینجا جمهوری اسلامی آقا اینجا ما رو لیبی کنن فلان کنن، بله دوست دارن، او که خیال خام اوناست. اینطوری نیست. اونا خیلی بیشتر از ما از جنگ میترسن. اونا میدونن چه هزینه براشون داره. اونا میدونن جنگ و درگیری با ایران یعنی ابرقدرتی صد چین. حداقل اینجوری فکر کنید، حداقل سلبی ببینید. میگن ما نباید درگیر بشیم. ترامپ اومده میگه من هزینه‌ها میخوام کاهش بدم، در حد $20,000 $30,000 داره پروژه قطع میکنه، بعد بیاد بره توی جنگ 1500 میلیارد دلاری.
بعد مگه جنگ با ایرانه؟ کل منطقه میره هوا بابا. دیگه یمن اینا پسش بر نمیان. ما هم دنبال جنگ نیستیم اصلا. بدون ویژگی رهبری اینه که سالها، یعنی ایام مسئولیت خودش، ایران رو به سلامت از کنار پرتگاه‌های عجیب رد کرده. زمانی که این آقایون اصلاح طلب میگفتن ما باید بریم بجنگیم، حمله کردن به کنسولگری ما تو افغانستان، اینا حلم مبارز میتونن، گفتن باید حمله کنیم به افغانستان، ایشون اجازه نداد. که افغانستان باطلاق شوروی توش گیر کرد، بعدش آمریکا گیر کرد، اجازه نداد. بعد از حمله آمریکا به عراق، جنگ اول خلیج فارس، آقای بهزاد نبوی، آقای خلخالی، آقای محتشمی پور، گنده‌های اصلاح طلبی میگفتن نه این خالد ابن ولیده، الان ما باید بریم صدام، یعنی توبه کرده مثلا، صدامی تا دیروز به ما شیمیایی میزد، باید بریم با صدام با آمریکا بجنگیم، ایشون اجازه نداد. اما وقتی داعش شروع کرد مسلمان کشی، و برید اونجا، حتما اون چک ما تو سوریه اثر گذاشته که الان این جولانی اینا جرئت نمیکنن سمت رمضان زینب برن، سعی میکنن ظاهر رعایت بکنن. تا دیروز اسمش ابو محمد الکردی بوده، بعد جولانی شده، حالا احمد الشرع، حالا هرچی هست بالاخره خوشتیپ کرده، رفته کروات زده، جرئت نمیکنن و این جا اون چکه درد میکنه. بدونید میدونن هر لحظه آقا دوباره هموناش همون کاسه، تردید نکنید، میدونن اون. پس کشتیبان اطمینان داشته باشید، اما کمکش کنید، نذارید محدود بشه کنشگریاش. این کار رو باید انجام بدیم و بدونید حتما یه دی دنبال اینه، تردیدی نیست. خودشون بارها می نفوذ، این نفوذ هم نفوذ فیزیکیه، هم نفوذ تصمیم سازیه، نفوذ عقیدتیه، هر چی می‌خواد اسمش بذارید، نفاق چیه، اون مسئله است. و الا ایشون هم فرمودید من هر حرفی بخوام بزنم همینی که علنی میزنم، چیزی نیست من در خفایی چی دیگه بگم، علنی چی دیگه بگم. این نیست. ما وظیفه‌مون فعلا اینه تا این کشور آرام این چند روزو بگذرونه. آجر دست دوستان ندید، بهانه درست نکنید فردا بگن نه ما می‌خواست. یادتون کار به کجا رسیده بود؟ شما شعار نوشید رو موشکاتون خراب شد، وگرنه خوب بود اصلا درست. اصلا ما فول بالمره لغو خواهد شد. ره مثل درل تو مخ منه. اینا رو شنیدیم. جمهوری اسلامی رأی مردم مهمه. ما احترام میذاریم به جمهوریت نظام. بالاخره یه جامعه، یه کشتی. امام جماعت محترم که نماز میخونن، 200 نفر جمعیت تو رکوع، یکی میگه یا الله، 200 نفر رو نگه میداره، اون یه نفر برسه به جامعه. وظیفه امامت جامعه اینه. یا الله. اما ای کاش این جامعه مکبرش خوب عمل کنه، یعنی رسانه هاش، یعنی خوب توجیه کنه. دیدی میگه ان الله یحب الصابرین، به امام جامعه برسه. او امام همه جامعه است، او امام جماعت همه است. بله بعضی موقع باید کند رفت، بعضی موقع باید تند رفت، یه جا باید 120 تا رفت، یه جا باید 160 تا رفت، یه جا باید ترمز کرد، یه جا باید 20 تا رفت، یه جا فرمون چپ، فرمون راست، جاده چالوسه. ریل نیست دکمه رو بزنی، قطار مترو نیست، جاده بده بستون داره اصطلاح. خدا انشالله همه ما و شما رو از مسببان اصلی و خیر از ظهور حضرت ولیعصر قرار بده. همانطور که خداوند متعال بعد از 8 سال جنگ
با اون اتفاقات عجیبی در عراق افتاد و امریکایی‌ها دو دستی عراق رو به ما تقدیم کردن، به جبهه مقاومت یعنی تقدیم کردن و نشون داد خداییشو ان معی ربی سیهدین، به زودی به مردم ما اون راه‌های ویژه و خدایی خودش که بارها اثبات که ما به امید و توکل به او تا الان پیش رفتیم و به چشم سر ببینیم که مهمترینش ظهور حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. صلوات بفرمایید.